خوش اومدیم به کانال یوتیوب من. امروز آموزش روپایی داریم. تو مرحله اول باید بدونیم حالت بالا تنمون چجوری باشه. نباید خیلی پایین یا خیلی بالا باشه. یه حد وسطی میگیریم و سرسینمون سفت. تو مرحله دوم حالت پایین تنمون رو بررسی میکنیم. زانو پا کمی میشکنه، مچ پا رو به بالا و مچ پا سفت. تو مرحله سوم آشنایی توپ با بدنه. با دست میندازیم و با هر کدوم از پامون یه ضربه به توپ میزنیم. تو مرحله چهارم توپ رو با زمین ترکیب میکنیم. مرحله آخر روپایی زدن استاندارد. روپایی زدن استاندارد چیه؟ وقتی میخوایم ما روپایی بزنیم توپمون نباید چپ و راست بشه. چپ راست نشه، بدن ثابت، ارتفاع توپ ثابت، به این میگن روپایی زدن استاندارد. حالا زمانی که توپ شما ارتفاع گرفت، شما میری زیر توپ و توپو جمع میکنی. قرار نیست پامونو ببریم بالا و توپو جمع کنیم. به این صورت. حالا یه روپایی میزنم، شما دقت کن. این روپایی زدن استاندارده. امیدوارم که لذت برده باشین. تا آموزش‌های بعدی، خداحافظ.